кӯмакҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои сокинони аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияи Вахш шаби 14 май ба деҳаи иттифоқи ҷамоати деҳоти бисолагии Тоҷикистон дастрас гардид. аз ҷониби пешвои миллат барои 20 оила масъулияи сохтмонӣ аз қабили тахта, семин, шифер, арматур ва ҳамчунин маводи хӯрока тақсим карда шуд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши Абдурозиқи Азиз. کارمانی کمک‌های سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای ساکنانی از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه وخش شب گذشته وارد ناحیه گردید و این ماشین‌های پربار به دهه اتفاق جماعت دهات 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان ناحیه وخش رهسپار شد. واقعا هم پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در هر لحظه و شرایطی برای مردم شریف تاجیکستان دشوار و سنگین همواره در اندیشه هر یک فرد وطن بوده برای حفظ سالمی جامعه مخصوصا ساکنان از آفت‌های طبیعی ضرر دیده تدبیرهای ضروری و سریع می‌اندیشند. این ماشین‌های پربار از مسئله ساختمانی به واسطه از نام سرور دولت تاجیکستان برای اویله‌های آسیب دیده ناحیه وخش همچون کمک برای برقرار کردن منزل‌های استقامتی خراب گردیده انتقال یافته است. از جانب سرور دولت تاجیکستان برای 20 اویله 200 تن سمنت، 200 کوب تخته، 600 تن شیفر، 40 تن آرماتور فرستاده شد. اکنون با استفاده از این کمک و دستگیری‌های سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و ناحیه وخش امکان بیشتر دارند که خانه‌های بر اثر سیل و آبخیزی پور را خراب گردیده را در مهلت‌های نزدیکترین بنیاد و برقرار نمایند. امروز با ناحیه وخش کمکی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان مسئوله‌های ساختمانی به مانند شیفر، تخته، سمنت و آرماتور وارد گردید و ما از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی و از نام تمام مردم شرفمند ناحیه وخش منتداری خویش را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان میرسانیم و وعده میدیم که خسارات طبیعی که مردم ناحیه وخش دیده است در مهلت‌های کوتاه‌ترین ما برطرف نموده او خانه‌ای که از این آفت طبیعی خسارات دیده بودند در مهلت‌های کوتاه‌ترین ساختمان کرده و مردممان می‌سپاریم. همین گونه از روزهای اول رخ دادن حادثه ناخوش طبیعی در 3 دهات ناحیه وخش کمک و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان برای این ساکنان رسانیده می شود. مردم از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه وخش برای چنین توجه و قدرشناسی‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صدقاً از صمیم قلب اظهار تشکر و سپاسگزاری می‌کنند. رحمت به همه جناب عالی که مثال ما را این خیمه داد، 3 محل اوقات تامین منکرد، اینا گلیم آورد داد، من کرپچه آورد داد، من هزار رحمت بر جناب عالی. وعده منکرد که انیق میکنیم خونه و درتونه میتیم. همچنین از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش با 20 اویله نیازمند مواد خوراکه تامین کرده شد. کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش به هر یک اویله مواد آذوقه را همچون کمک یک وقتینه دسترس آنها گردانیدند که در این روزهای مشکل باعث بالیدگی خاطر آنها گردید. در پرتو سیاست غمخوارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با کمک و یاری ضرردیدگان از آفت طبیعی دهه اتفاق جماعت دهات 20 سالگی استقلالیت رسیدیم و ما از ساعت‌های اول سر زدن آفت طبیعی در بر مردم بودیم و مردم هم اذیت رسانیدن کارهای عملی تازه کردن خانه و کاشانهای مردم از لای و گیل جابجا کردن اشیاء روزگار آن و امروز باز ما تصمیم گرفتیم که برای خوراک با خوراک تامین نمودن ضرردیدگان از آفت طبیعی با مبلغ 5,500 سومانی مواد خوراک یعنی کمک رسانیم.
ستاد ولایتی در جای حادثه طبیعی شبانه روزی فعالیت کرده کوشش دارند که با جلب تشکیلات اداره‌های ناحیوی با استفاده از مصالح بیناکاری فرستاده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خانه‌های خراب گردیده را هر چه زودتر برقرار نمایند. در موضع زیست موقتی تمام نهاد دخلدار کار کرده عادی‌ترین شرایط بود و باش غیر همیشگی را انابت می‌کنند. از جمله در اینجا خط برق و آب تازه آشامیدنی کشیده شده، راه‌ها نیز برای رفت و آمد من بعد تخت و هموار کرده می‌شود. هر بگو خب ستاد دائم عمل کننده با جلسه و گذرانده میشوند و خلاصه خودشان پیشنهاد مینمایند. خب این زمان اهالی که ضرر دیده است با خوراک گرم تامین میباشند و جای بیخوف کشانده شده. اکنون طبق دستور حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان هر هفته روزهای شنبه و یکشنبه حشرهای دسته جمعانه تشکیل کرده شده روستاهای آسیب دیده تازه و آزاده گردانیده می شوند تا ساکنان در روزهای گرامی داشت از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با منزل‌های نو و خوش‌طرح زمانوی تامین گردند. عبدالرزاق عزیز و بدیع قادر، ناحیه وخش، اخبار.